آقا این اتچمنت کوشکا که میخوایم این دست باش پلی بدیم و این اتچمنت QQ9 که آره میخوایم پلی بدیم باشون. اینم کلا لودات و این حرفا. بریم که یه مچ داشته باشیم دیگه. ولی خودم هم استنداف میزنم یوتیوبری باید زودتر. ایس کنی تو هر من زندگی سخت شده. مرد داشت افتخار نالیزا میکنه نمیزنی؟ وای سرورمون همون 14 است آقا، چرا اینجوریه؟ سر زنی افغانستان کیته بذار. برگام خب چی شد من کیتن نفهمیدم. کیتن کن سن جمع چیزه کیتن کیتیه. اه دهنتو سرویس، یعنی چی کیتن جمع کیتیه؟ جان داداش احساس نمی‌کنی خیلی خارجی ها با ما فرق داره میگم. نگفتم فاقا جمع شده، من واه علکی وسط گفتم. اومدن. آخ محمد علی خدا. گفتی کون لق کی نکن کون لق. حسین محمد حسین آفرین آفرین. بالاست بالاست. تو پس کجا میفهمی؟ خیلی ساده ای میفهمی بابا یا نمیدونم چرا. حدس میزنم، حدسای خوشگل میزنم. دمت گرم لول بالاست. دانلود داری QQ9 رو؟ همونجا بودا. دانلود نداری؟ خیلی خوشگله. وسط شدم روبرو دارم کیتی، خدا. روبرو چپ. بیا بیا داداش اونور پلنته، بیا پلنت کن. برید بابا برید، بی پلنت کرده یارو. اش میکنی همش به خاطر اتچمنت منه. ای جان لال سفر. واه بالا هتل. اسنایپ آخه داداش میگیری اسمش یزید نکش. الان. یه رفته یه کباب بزنه. یه کباب ساخت. مرسی کیت کت. کیت کت اوه شیت من. او شیت وای گفته جیسوس کیت کت. کرایست. چقدر دارک بود این صحنه. جیسس کرایست. کیت کت یه بار دارکه. رفتم یه بار نه کیت کت دارک نیست، قضیه که میخوام بگم. داشتم میگفتم یه بار رفتم مغازه خود خرتوپرت بخرم، خواستم تازه از عراق میخواستم بیام قزوین. بعد توی همین داستان داشتم یه لحظه من ریدم تو تعریف کردن. بینی خوب در جریانه. ببین من چه میدونم. نه دیشب یاد رفته من چقدر داشتم یه چیزی رو تعریف میکردم. نه اونو میدونم این به حقیقتا من بیس میگه کمپ بگو. راست میگه، ولی من خورده مغزم درگیره الان نمیتونم. اشکال نداره نگاه عزیزم. از کجا خط از یک خط بیست رو دارم از یک خط کیتی تو این ایونت هست لگم من و تو و امیر و حسینی. من از همه بیشتر خرج کردم 9630 تاست. شما هم خرج کنید یکم دیگه. اونا هم خرج کردن ها. تو 2400 تا کجا 6900 تا هتل. اینو نگاه گفته بیس ما هم کمپ کردی تو فوش داده. بیس اونا مگه میشه کم کرد؟ حتما راش دادیم که اومدیم بیس نرون مخه. ایس اینم ایسی که گفتی. تو فقط بزن بری درخواست ایس کرده بود. محمد قربانش محمد داشتم تعریف کن میگفتم محمد. الان تعریف میکنم. فقط قبلش اینو بگم بیس کمپو بدبخت راست میگم. من داشتم اینو تعریف میگم مثلا مغزم ریده حقیقتا. کوین خوب زدش. اصلا نمیتونم دوتا کار رو همزمان انجام بدم به هیچ عنوان. نیا جلو من. یکی محمد راسته. بگو.
آها رفته بودم سوپرمارکت، بعد میخواستم یه خورده وسیله بخرم، از عراق داشتم میومدم قزوین، یه خورده خب. تو راه مثلا مشغول یکی بشه آدم. کبابه، اوکی. یکی یکی هتل. هتله. اوه محمد جایی مرسی. کتی آره. چی در اصلا هست. نمی‌فهمی من چی میگم. سوری اشکال نداره. محمد دیانا خیلی خدا لعنتت کنه. اینجا چیکار آره اینو ببین. بابا رفتم یه خورده وسیله بخرم، بعد همینجور آخر یارو داشت حساب میکرد، گفتم 2 تا من این شکلات ها بردارم بندازم اینجا. 2 تا شکلات ها 2 تا که نه 3-4 تا شد. 3-4 تا شکلات ها انداختم، یهو گفت یارو 1.5. گفتم ها چی شد داداش؟ 1.5 کلا 2 تا چیپس بود، 3-4 تا شکلات، چجوری 1.5؟ بعد شکلات ها رو نگاه کردم دیدم اوه شکلات ها چقدر گرونه. ریدی بعدم ریدی. و اصلا شکلات ها اون آخرین لحظه الکی شکلات ها منو به گاج داد. بنزین. بابا ریچ ندارم اصلا، سرور 14 ایم اصلا ریچ ندارم. هیچی دیگه. اون موقع تقریبا برای هلوش یه سال که نه، شاید مثلا 9 ماه 10 ماه پیشه. چی خلاصه که به فنا رفتیم دیگه. اون موقع به جای اینکه مثلا با خرج مرسی سینا، با خرج مثلا 500 تومانی جمعش کنم، 400 تومانی جمعش کنم، 1.5 داشت میرفت درم دیگه. هیچی همونجا نرم همه چی گذاشتیم سر جاش، راه افتادیم اومدیم. ماشاءالله چیپس اینا رو هم بر نداشتی؟ آه نه چیپس اینا رو برداشتیم. خوب. چیپس هم کیری گرونه ها. چند تومن شده؟ 90 100 تومن شده. شده. آره تومن. بابا قبلا 15 تومن میده یه چیپس میگرفتی. به خیلی خدا قبلش اصلا بخوایم بریم که با 1 و 500 میگرفتی. اونش یه طرف. وای دهن تو سرویس چه بد نایفم کرد. 3 تا تیر نه 4 تا تیر کیوکیو 9 خود نیافتاد. بعد خشاب دمیجشو بذارم چرا فکر کنم. نمیتونم اینا رو بزنم؟ آخ کیتی جمعه دیگه. قضیه کنسله رفت پشت کلیچ. اونجا رو هم یارو آجی پیک مثلا با نمیده این یعنی کتی چی نمیبینم. عجیبه. یارو پشت هد گلیچ چیز نمیده، چی میگم پیک نمیده، خیلی عجیب بود. بسته خسته شو. خسته شو خسته شو بابا چاقال. خسته شو. واقعا بیا خسته اینجا. شو. اینو کی میگفت؟ یعنی اینو بیا چی اینجا. میگفت؟ آشنا پونکونی اسمش چی بود؟ این چرا اسمش تو یادم مرد رفت. میچرخه؟ اومد همین میده. اسمش. نه که جنده شد وای که رفت انگار گیم وار که رفت. کبابیه؟ اسمش یادم رفت. درویت بچه ها کولاک آدروید. ها؟ برای بکس کولاکیان آندروید. کجان اینا؟ ها خب آخریشون کیه؟ اندروید XD کجا؟ ایمو جان بک اسفان ما اندروید بازی چی اون برو اوکی. میزنی اسمش یادم نمیاد. و هنوز اون دنیاست. چی شد؟ لا 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 دارم اسمشو میارم تو ذهنم ببینم چیه. آدروید رو نمیشناسی؟ همون که یاروش با دو چیپ کنم مشکل داشت. آخر اومد با می‌زنه. مشت زد. خدا لعنتت کنه. با مشت زد دیگه. واقعا با مشت زد. خب خوابون زیر گوشت گفت حالا خفه شو ببخشید کسافت. با بوکس زد. حالا مشت یا بوکس فکر نمی کنم زیاد فرق بکنه. ما که نگفتیم فرق میکنه، بهش گفتم مشت دیگه. و اصلا کونه لقشه. بله این چرا اینقدر کس میزنه؟
چشه داشت بریم کوینه. دور دور. کوین کوینه یا گوئنه؟ من همیشه اینو گوئن کوین. میخونم. خسته شو حاجی. به خدا من گوئن میخونم، یا همیشه هم یاد بنتن میافتم. اشتراک اوه خواهرزن چی؟ نه خواهرزن چیه؟ دختر عموی بنتن. خواهرزن چی؟ خواهرزن چی؟ دخترمون چه ازدواج کرد؟ تا جایی که من در جریانم داداش، فکر خودتون نمی کنم. حاجی یه موافق. ویدیو اومده بود بیرون از این بچه اف ما هستن بنیا دبستان میزدیم. ما از اونا نمیدونیم ببین. پسر خود. حالا در 80 ما میزدیم میدلا حاجی. عکس بنتن با همون دختر گوینه حامله بود بغلش کرده بود بنتن. بابا دهنتون سرویس. اصلا من همون خسته شو حاجی، خسته شو. پاره شدم حاجی. خیلی بد. اونور ام وی پیشون داره زحمت میکشه، قبول دارید؟ و من لگ شدم اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. یا حسین نت کی بعد این وسط؟ ایم من ریده حالا کجاست؟ نمی‌دونم. آره جالبه نمیخوره تیرم بشه. نخوری اینا. خداحافظ. شب بخیر. شب بخیر. این کیه؟ این کیه؟ اسم خودشو نمیشناسه. ای بابا. مرسی مرسی آقا. این بود از ویدئوی امروز، ایشالله که لذت برده باشید. من یه اتچمنت QQ9 دیگه بدم حقیقتا یه لحظه. چند تا کیل زدیم؟ 10. خوبه دیگه، راضی باشید. مایک. آره. خب اوکی. این اتچمنت QQ9 که من الان استفاده میکردم، ولی اگه با تعداد تیر کم مشکلی ندارید این خشاب رو حتما بذارید، چون این خشاب تیک و شروع فایر ریت رو میاره پایین ولی دمیج بیشتری میده، دمیج رنج بیشتری میده. کلا نگاه بادی پارت مولتی پلیر اصلا از همه لحاظ این خشاب قوی ترش میکنه، ولی خب 15 تا تیر کمتر دارید. من خودم ترجیحم اینه، ولی دیگه حالا هر کدوم خودتون راحته. اون مزایاش بیشتره ولی 15 تا تیر کمتر داره. امیدوارم که لذت برده باشید از ویدیو دیگه. فعلا